ما از کشورهای دوست انتظار حمایت داریم. البته از دولت اندونزی به خاطر پیامی که فرستاد و اعلام آمادگی که برای میانجیگری کرد تقدیر میکنیم، قدردانی میکنیم. هرچند معتقدیم الان هیچ نگوشیشن و هیچ مذاکره‌ای با دولت متخاصم آمریکا فایده ندارد، چون اونها مقید و پایبند به هیچ نتیجه‌ای نیستند. ولی در عین حال از کشورهای اسلامی تقاضا داریم که اولا اگر احساس میکنند که حمله به یک کشور غیر قانونی است، شدیداً و قویاً اون رو محکوم بکنند. دوما در سازمان‌های اسلامی، در سازمان‌های بین المللی، سازمان کنفرانس اسلامی، همکاری اسلامی، سازمان ملل و جاهای دیگه از ما حمایت بکنند. و سوما پویش‌هایی برای نبض جنگ را بندازند و جنگ رو در تمام دنیا نفی کنند و مخالفت خودشون رو با هر گونه جنگی نشان بدن.